الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران و خواهران موحدم، بارك الله فيكم. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 32 از آموزش کلمت التوحید لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد. نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه بنده و رسول الله هستند. و البته ما در حلقه های گذشته به شما مسئله یقین را کامل بیان نمودیم و یک حلقه در مسئله کفر و شک هم به شما بیان شد. کفری که متعلق به نابود شوی شرط یقین است، تعریف شک شرعاً و مراد و مقصد شرع از این کفر شک، چی چیزها متعلق شک است، یعنی کدام چیزها در کدام چیزها شک کردن این کفر است که ما به شما 12 تای اون را ذکر کردیم. شک در وجود الله، شک در ربوبیت، الوهیت، همه این مسئله ذکر شد. و این چنین بیان کردیم که شک دوام نمی‌یابد مگر در حالت اعراض. اگر انسان اعراض نداشته باشه، شک هم خود به خود نابود خواهد شد. ما این چنین بیان نمودیم که فرق بین کفر اعراض و کفر شک چیست، یعنی چگونه فرق است بین کفر اعراض و کفر شک. و این چنین به شما بیان نمودیم که البته شک این حقیقتا این کفر است و این چنین بین شک و بین وسوسه فرقی که است به شما بیان شد. بارک الله فیکم. و البته همه این مسئله به شما در حلقه گذشته شرح و توضیح داده شد. اما در این حلقه ان شاء الله سبحانه و تعالی ما به شما دلیل های را به کفر شک ذکر می نماییم. دلیل های از قرآن عظیم و شان برای اثبات کفر شک ذکر میکنیم. اولا سوره حجرات آیت 15 است که الله سبحانه و تعالی میگوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. البته مؤمنان آنانی هستند که ایمان به الله آورده اند و ایمان به رسولش آورده اند و بعد از این هیچ شک و شبهه نکرده اند، یعنی به ایمانی که به الله و رسول آوردن شک و شبهه نکرده اند و جهاد کرده اند به مالهایشان و نفسهایشان در راه الله و ان منها صادقان هستند. پس الله سبحانه و تعالی در این آیت برای صحت ایمان شرط گذاشته است. همان وقت ایمان آدم صحیح است، همان وقت توحید آدم صحیح میگردد که انسان شک و شبهه و ریب نداشته باشد، تحقیقش یقین، یعنی یقینش تحقیق کرده باشد، یقینش حقیقی به وجود آمده باشد، تحقیق کرده باشد. و البته در این آیت الله سبحانه و تعالی جهاد را از یکی از چیزهای لازمی یقین ذکر نموده است. بارک الله فیکم. پس در این آیت به شما آشکار و روشن بیان شد که کسی که شک دارد، معنای مفهوم المخالفه آیت همین است که کسی که شک دارد البته این ایمان به الله و رسولش آوردهش قبول نیست، باید شک نداشته باشد. دلیل دوم، الله سبحانه و تعالی میگه ذلك الكتاب لا ریب فیه، لا ریب. در سوره بقره دوم تا چهارم وقتی که تلاوت میکنید میبینید که کتاب شک ندارد در این کتاب قرآن. پس علما میگن که الله سبحانه و تعالی در این آیت یقین را شرط ایمان حق، ایمان صحیح گذاشت. یعنی یقین شرط ایمان حق و ایمان صحیح است. وقتی که یقین نیست می شود، ایمان صحیح
نابود می شود، ایمان هم ناصحیح می شود. بارک الله فیکم. و البته دلیل سوم از قرآن عظیم الشان برای کفر و شک، قال الله تعالی إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. البته مؤمنان حقیقی همون مؤمنان هستند که هر وقت که ذکر الله میشود وجلت قلوبهم، دلهایشون به لرزه می آید، پر از ایمان می شود. وجلت. و هر وقت که آیات های الله خونده می شود ایمانشون زائد می شود و بر الله توکل می کنند. در اینجا الله سبحانه و تعالی اهل ایمان و اهل یقین رو در صفت ایمان تقسیم کرد. یعنی عموما در این وقت الله سبحانه و تعالی ذکر نمود که مؤمنین همون کسانی هستند که البته یقینشون بالا باشد. و این چنین الله سبحانه و تعالی ذکر میکند که در آیت دیگر انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. در این آیت علما میگن سوره توبه آیت 45. البته آیتی که پیش از این خوندیم سوره انفال آیت 2 بود. فجعل تعالى الشك والتردد والارتياب وعدم اليقين من النفاق الأكبر والذي يكفر صاحبه. یعنی الله در این آیات سوره توبه 45 شک، تردد، ارتیاب، شبهه و نبودن یقین را از نفاق اکبر که صاحبش رو کافر میکند ذکر نموده است. بارک الله فیکم. پس الله سبحانه و تعالی از کافرها در حق کافرها میگوید که و اذا قیل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. یعنی هر وقتا که گفته شد که هراینه البته وعده الله حق است، ساعت یعنی روز قیامت حق است و شک شبهه نیست، شما گفتید، یعنی کافرها به این سخن الله گفتند که نمیدونیم ساعت چیست، یعنی روز قیامت بدنش ما نمیدونیم، ما یک گمان میکنیم که یک چیزی گمان میکرده است، یک چیزی یعنی ساعت روز قیامت یک چیزی گمانی هست، یک چیزی حقیقی نیست و ما از جمله یقین شدگان موقنان در این مسئله نیستیم. یعنی ما در مسئله ساعت یقین نداریم، یعنی به واقع شدن روز قیامت ما یقینی حقیقی نداریم، ما گمان میکنیم که این روز قیامت یک مسئله گمانی هست. و الله سبحانه و تعالی در انمین سوره جاسه آیت 32 خیلی که علما ذکر میکنند انمین گمان رو، یعنی گمان که این هم یک قسم شک است و نبودن یقین رو کفر اعلام کرده است و این کافران رو به همین سبب کافر اعلام کرده است. بارک الله فیکم. و این چین در حق کافران الله سبحانه و تعالی ذکر میکند و میگوید قالوا انا کفرنا بما ارسلتم به. کافرها گفتند که هر آینه ما کافر شدیم به آن چیزی که شما رسالت فرستادید، به رسالتی که شما فرستادید. و انا لفی شک مما تدعوننا الیه. و کافرها این چنین گفتند که ما در شک و شبهه هستیم از آن چیزی که به سوی آن ما را دعوت میکنید. مریب قالت رسلهم افی الله شک. یعنی کافرها به رسولهای الله کافر شدند، شک داشتند، کافر شدند. کفرنا بما ارسلتم، با آن چیزی که رساله شده، یعنی به قرآن، به رسول صلی الله علیه و سلم کافر شدند. و این چنین همین کافرها گفتند که ما در شک هستیم به سوی آن چیزی که ما رو دعوت میکنید. و رسولان الله گفتند که افی الله شک، آیا در الله شک است؟ البته استفهام اینکاری، هیچ شک در مسئله الله نیست. سوره ابراهیم است، آیت 9 آیت 10. پس شک هم کفر است. اینو هم دلالت میکرد که شک کفر است. بارک الله فیکم. پس یک آیت دیگر سوره سجده آیت 12 دلالت میکند که کافرها وقتی که به روز قیامت میروند به الله سبحانه و تعالی ندا میکنند و میگویند که ما را الله بار دیگر به دنیا بازگردان، ما از جمله یقین کردگان خواهیم شد. یعنی یقین را سبب نجات اعلان میکنند.
الله سبحانه و تعالی صفت کافران را ذکر میکند و میگوید در سوره قاف آیه 25 آمده است که میگوید کافران این چنین آدم هستند که مناع للخیر معتد مریب، یعنی صفتی شک و شبهه دارند. مناع للخیر معتد مریب. یا که در آیه دیگر میگوید که انهم كانوا فی شک مریب در سوره سبا آیه 54. انهم یعنی البته کافران در شک بودند، در ریب و در شبهه بودند. و اینچنین در سوره سبا آیه 21 الله میگوید که الا لنعلم من یؤمن بالآخرة ممن هو منها فی شک. و در جای دیگر صفت کافران را ذکر میکرد. سوره صاد آیه 8 میگوید که بل هم فی شک من ذکری، بلکه آنها یعنی کافران در شک است در ذکر من، در مسئله ذکر من شک دارد. یا که در سوره دخان آیه 9 آمده است بل هم فی شک یلعبون، بلکه آنها در شک هستند. یلعبون ببینید قطاده میگن که یعنی کافران کسانی هستند که شاکین فی وحدانیت الله، در یگانگی الله شک دارند. پس برادر عزیزم و خواهر بزرگوارم، تأمل به این آیات های تلاوت شده و معنیش بیان شده بنما، تأمل کن، اندیشه نما و ببین که چگونه الله سبحانه و تعالی مناط تکفیری این کافران را شک ریب در توحید اعلان کرد. مناط تکفیر یعنی سبب تکفیر. مناط تکفیر این البته یک کلمه اصولی هست، فهمیدن بینواد به بعضی مشکل است. یعنی سببی کافر شماریده این کافران را الله سبحانه و تعالی شک و شبهه کردن در توحید اعلان کرد. و این آیت واضح، این آیت های تلاوت شده دلالت میکند که کسانی که در توحید الله سبحانه و تعالی شک دارند، شبهه دارند، اینها کافرانند. و البته کفر شک وجود دارد. بارک الله فیکم. و این آیات ها بود و آیات های دیگری زیاد وجود دارد که دلالت به همین گفته ها میکند. دلالت میکند که شک کفر است. چگونه که در سوره یونس آیه 104 است قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله. یا که در سوره یونس آیه 36 و ما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان الله علیم بما یفعلون و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن. بارک الله فیکم. و این چنین مذبذبین بین ذلك لا اله هؤلاء ولا اله هؤلاء. سوره نساء آیه 143. یعنی منافقان کسانی هستند که مذبذب بین این هستند و آن هستند، نه به سوی این طرف میروند نه به سوی آن هستند، یعنی بین حق و باطل در شک و شبهه افتاده اند. یعنی صفت نفاق اکبر. منافقان کسانی که در شک اکبر هستند، در نفاق اکبر هستند، اونها کسانی هستند که در بین حق و باطل هستند، نه به طرف حق میروند نه به طرف باطل میروند. اینها شک زدگان و البته به سبب همین به کفر واقع شدند. و این دلیل های بود از قرآن عظیم و شان برای این که اثبات بکنیم که کفر شک وجود دارد و هیچ کس نمیتواند کفر شک را نابود بکند. بارک الله فیکم. و این چنین از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلیل های زیاد وجود دارد که شک این کفر است. حالا دلیل ها را برای کفر و شک از سنت به شما ذکر می‌نمیم. حدیث اول از ابی هریره رضی الله عنه است که در روایت امام مسلم ذکر شده است، در کتاب مسلم آمده است. عن ابی هریره رضی الله عنه ان النبي صلی الله علیه و سلم قال اشهد ان لا اله الا الله و انی رسول الله لا یلقی الله بهما عبد غیر شاک فیهما الا دخل الجنه. روایت مسلم، حدیث 100% صحیح. از ابی هریره روایت شده است که هر آینه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من شهادت می‌دهم که نیست معبود بر حق بجز الله. رسول الله گفته شدند که من رسول الله هستم. و به هر دوی همین کلمه یعنی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله هیچ کسی به الله روبرو نمی شود در حالتی که به هر دوی همین کلمه شک نداشته باشد مگر اینکه داخل جنت می شود. یعنی کسی که لا اله اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بگوید و با همین کلمه به الله روبرو شود، شک نداشته باشد، حتما ان شاء الله داخل جنت می شود. روایت مسلم. این حدیث دلالت واضح کرده ایستاده است که اگر شک داشته باشد داخل جنت نمی شود. این را مفهوم المخالفه میگن برادران عزیز. در علم اصول فقه هر یک نص، هر یک آیت و هر یک حدیثی که میآید سه راهی فهمیش است: منطق،
مفهوم و مفهوم المخالفه. منطق یعنی نطقان سخنش، مفهومش، مفهوم المخالفه یعنی معنی دادی پشت این حدیث. وقتی که این حدیث رو طرفی پشتش رو طرفی دویمش رو نگاه میکنیم میبینیم یعنی پیامبر میگه که هر کسی که اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله رو بگوید و شک نداشته باشد داخل جنت میشد. معنی این سخن این است که اگر اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بگوید اما شک داشته باشد داخل جنت نمیشود. داخل جنت نشود دوزخ است. بارک الله فیکم. پس این حدیث دلالت میکرد که شک کفر است. و دلیل دوم این است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن، البته این حدیث هم از ابو هریره روایت شده است، روایت احمد و ابن حبان است، رجل من الله رجل في الله شك رجل في شك من الله والقنوت من رحمت الله. پس سه انسان بدترین انسان ها است. یکی از همونها مردی است که شک در دلش شک داشته باشد در مسئله الله، از الله، یا که قنوت دویمش نومیدی از رحمت الله داشته باشد. و البته این حدیث هم دلالت میکنه که شک یک چیزی بد است و کفر است. سوم دلیل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن که افضل الاعمال عند الله، بهترین عمل در نزد الله ایمانی که ایمان لا شک فیه، ایمانی که شک وجود نداشته باشد، و غضب لا غلول فیه و حج مبرور. روایت امام احمد. چهارمین دلیل که از ابو هریره رضی الله عنه روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن عموما والیقین و جعل الهم والحزن فی شک و سخط، یعنی فرج، آزادی، رضا بودن همش در یقین است، لیکن هم حزن و غمگینی این در شک و در ناامیدی از الله رب العزت و الجلال است. بارک الله فیکم. و این حدیث های از قرآن، از حدیث های بعد از قرآن عظیم الشان بود که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت میکند که البته شک این بدترین عمل است و این کفر است. بارک الله فیکم. و ایمان مرد در حالتی که شک داشته باشد صحیح نخواهد شد. بارک الله فیکم. و این چونین بعد از این اقوال اهل علم رو به شما در مسئله شک ذکر خواهیم نمود. سلیمان ابن سحمان، یکی از علمای اهل سنت و الجماعت که کتاب بهترین هم نوشتن، دلالت النصوص و الاجماع علی ان، در مسئله جهاد کتابی که نوشتن همین است که دلالت النصوص و الاجماع علی ان فرض القتال لا للدفاع. بارك الله فيكم. دلالة النصوص والإجماع على أن الجهاد فرض للقتل لا للدفاع. نومي كتاب شنو أنا من ناس بين هذا كتاب معروف است، شيخ أهل السنة والجماعة است، سليمان ابن سحمان، یکی از بزرگترین شاگردان سلیمان ابن سمحان هستند، یعنی علماهای نجد. در کتاب ضیاء الشارق میگویند که وقد دل القرآن على أن الشك في أصول الدين كفر، والشك هو التردد بين شيئين كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بكذبه ولا يجزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه. ببینید سلیمان ابن سحمان، یکی از علماء السنت والجماعت، در کتاب الضیاء الشارق میگویند که به تحقیق قرآن دلالت کرده است و دلالت میکند که شک هر آینه در اصول دین شک کردن این کفر است. ببینید قرآن آشکار و واضح دلالت کرده است که هر آینه شک در اصول دین کردن کفر است. در اصول دین شک کردن کفر است. شک چیست؟ جواب میتن شک این تردد کردن بین چیز، یعنی در تردد موندن در بین دو چیز. در بین دو چیز میمونید، یکی از این دو چیز رو اختیار کردن نتوانسته، در بینش میمونید. به مانند این که میگند نه به صادق بودن رسول الله جزم میکند، نه به دروغ گفتن، نه به دروغ بودن رسول الله صلی الله علیه و سلم. یعنی در بین میایستد، رسول الله رو نه تصدیق میکند و رسول الله صلی الله علیه و سلم رو نه دروغ میشمارد، العیاذ بالله. یا که در بین میایستد در مسئله واقع شدن بعث، یعنی دوباره زنده شدن بعد از مرگ،
نه تصدیق میکند دوباره زنده شدن رو، نه تکذیب میکند، نه دروغ میشمارد نه تصدیق میکند. البته این شک است و این شک کفر است، چه خیلی که علمای نجد این سخن رو میگند. و این چنین ابن تیمیه رحمه الله در کتاب ایمان وسط خود ذکر میکنه، میگن الریب المنافی للیقین یکون ریبا فی العلم و ریبا فی طمأنینة القلب. ریب یعنی شکی که نابود کننده یقین است، این در شک در علم شد و شک در نابودی قلب است، طمأنینة القلب. بارک الله فیکم. پس علما در این مسئله سخنهای زیاد کرده هستند و این چنین محمد ابن عبدالوهاب چه خیلی که ذکر کردیم، این کفر شک رو کفر الظن ذکر نموده هستند، کفر گمان، و در این مسئله صحبت ها ذکر کرده هستند و تصدیق کرده هستند، تصدیق کرده اند که کفر الظن، کفر شک وجود دارد. بارک الله فیکم. پس شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در مجموعه الفتاوا ذکر می نمایند، البته این سخن در مجله 20 صفحه 86 ذکر شده است، میگویند که فلا يكون الرجل مؤمنا ظاهرا حتى يظهر اصل الايمان، حتى او يظهر اصل الايمان وهو شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا يكون مؤمنا باطنا حتى يقر بقلبه بذلك فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح. ببینید، مرد مؤمن نمی شود، یعنی مرد ظاهرا مؤمن نمی شود تا همان زمانی که اصل ایمان به وجود بیاورد. اصل ایمان ظاهر این چه است؟ شهادت دادن به این که لا اله الا الله و شهادت دادن به محمد رسول الله صلی الله علیه و و یک مرد و یک انسان مسلمان نمی شود باطنا تا همون زمانی که به قلبش همین گفته را، همین کلمه شهادتن را اقرار بکند و از وی شک نابود شد. فینتفی عنه شک، از وی شک نابود شود، هم در حالت ظاهرش و هم در باطنش با بودن عمل صالح. این سخن شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله به ما میفهماند که البته شک نابود شود، بعد از این ایمان ظاهرا و باطنا قبول است، اما وقتی که شک نابود نشد قبول نخواهد شد. و البته ملا علی قاری هم ذکر میکنند در کتاب المرقات مجله 1 صفحه 114 هم ذکر شده است که میگویند ملا علی قاری حنفی مستيقنا بها قلبه، مستيقنا بها قلبه أي بمضمون هذه الكلمة منشرحا بها صدره غير شاك ومتردد في التوحيد. یعنی مسلمان کسی که چیکار بکند؟ به همین مضمون کلمه شهادت یقین داشته باشد و به قلبش و به صدرش شرح منشرح شده باشد و هیچ شک و هیچ تردد در مسئله توحید نداشته باشد. مرحمت حنفی، کسی که حنفی ها هستند کفر شک رو قبول نداشته باشد، ملا علی قاری رو ببینن که چی میگه. بارک الله فیکم. و البته در این مسئله سخنهای ابن القیم الجوزی وجود دارد و در این مسئله سخنهای ابن حزم وجود دارد که حتی میگن که ابن الحزم میگن که البته شک این کفر است، واضح ذکر میکنند. پس بعد از این به ما بیان میشود و فهمیده میشود بعد از این سخنهای علما که علمای اهل سنت و الجماعت در این مسئله البته فهم صحیح را بیان نمودند و در تمام کتب عقیدوی شما می توانید بیابید که شک کفر است. و البته ما به شما آیت های چند، احادیث های چند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و گفته های علمای معروف اهل سنت و الجماعت، از علمای نجد و از علمای گذشته به مانند شیخ الاسلام ابن تیمیه، ابن القیم الجوزی، محمد الوهاب ذکر نمودیم که شک در حقیقت این نابود کننده شرطی دومی صحت لا اله الا الله است. وقتی که شک به وجود آمد یقین نیست می شود و لا اله الا الله انسان درست نخواهد شد. بارک الله فیکم. برای همین هر یک بنده باید کوشش بکند، هر یک بنده باید عمل بکند و هر یک بنده خودش رو باید نجات بدهد. بارک الله فیکم. بارک الله فیکم. مسئله دیگر اینجاست که آیا ایمان یک مسلمان و یقینش
با همراهی خودش شک داشتنش ممکن است یا نیست؟ اگر یک برادر و خواهر سوال بکند که آیا یک مسلمان در حالت مسلمان بودنش شک هم در وی بودنش ممکن است یا نیست؟ شک و ایمان در یک جا جمع شدنش ممکن است یا نیست؟ ما به شما میگیم که یقینی که متعلق به اصل ایمان است هیچ وقت شک را قبول نمیکند. یعنی یقینی که اصل ایمان است و شک در قلب مسلمان جمع شدنش ممکن است و این کفر است. برای که ما در حلقه هایی که یقین در مسئله شرط دوم لا اله الا الله صحبت نمودیم به شما بیان کردیم که یقین البته یقین اصل است و یقین کمال است. یقین اصل این اصل ایمان است، این نابود شود وقتی که در یقین اصل شک میاد این کفر است. اما یقین کمال است، یقینی که برابر محسن است، احسان است. یعنی یقینی که برابر ایمان است و یقینی که برابر احسان است. وقتی که یقین انسان به نهایت بالا می رود این را درجه های یقین، کمالات یقین، احسان یقین یا که یقین مثل محسن می شود. محسن و یقین هر یک چیز می شود. اما یقینی که متعلق به کمال ایمان و درجات ایمان است در این حالت، در بعض حالت در یک مسلمان نمودی از نمودهای شک در بعض چیزها با همراهی ایمانش جمع شدن ممکن است. در این حالت کفر نمی شود. شما خوب دقت بدهید، به نهایت مسئله نازک است. یقین دو نمود است، یقینی اصل، یقینی که اصل ایمان است. در این حالت این یقینی که اصل ایمان است هیچ نمود شک را قبول نمی کند، این کفر است. اگر شک رو بروی یقین اصل ایمان بیاید این یقین نابود شود، صاحبش کافر می شود. اما یقینی که اصل ایمان نیست بلکه کمال ایمان است، درجه های ایمان است، کمال ایمان است، در این حالت شک آمدنش ممکن است. این به مانند این یقین دوم، یقین کمال، یقین درجه ها، کمال ایمان، درجه های ایمان به مانند احسان است، محسن است. در این حالت شک بیاید صاحبش کافر نمیشد، برای که به اصل یقین شک نیست بلکه به بعض درجه هاش شک آمده است. بارک الله فیکم. مسئله دیگر این است که شک در مسئله کفر مشرکین، شک کردن در مسئله کفر مشرکین، الشک فی کفر المشرکین، شک در مسئله کفر مشرکین. و یکی از نمودهای کفر و شک این شک کردن و شبهه کردن، و یکی از نمودهای کفر شکی که این چنین صاحب آدم شک کننده کفر می شود این شک کردن و شبهه کردن در مسئله کفر مشرکین است. یعنی کسی که شک و شبهه به کفر مشرکین، به کفر مرتدین بکند یا که از تکفیر کردن اونها توقف بکند، بداند که یک آدم مشرک است، دیده ایستاده است، میبیند بر علاقه این مشرک است، قبر پرست است، مشرک است، یا میداند که این انسان مرتد است، این انسان مرتد است از سبب اعلان جنگش به الله، از سبب استهزاء دین، از سبب اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم را دشنام داده است یا قرآن را زیر پا کرده است، میداند که این کافر است، اما به کافر بودن همین انسان شک بکند یا که همین انسان را توقف کند، همین انسان را کافر نداند. پس داند که در همین جا شکش و توقف کردن تکفیرش این انسان را کافر کرده است. یا که کسی که ادعا بکند و زعم بکند که الله سبحانه و تعالی ما را امر نکرده است به تکفیر مرتد رو به مرتد گفتن، تکفیر کردن، هیچ همچون عبادت ما رو امر نکرده است، این چنین اعتقادها داشته باشد. البته علما میگن که فقط کفر و نقض شرط الیقین، به تحقیق به همین اعتقادش کافر شده است و شرط یقین رو نقض کرده است. ببینید، یعنی یک مشرکی مرتدی که مشرک است و مرتد است بدونید مرتد بودنش، مشرک بودنش رو، اما شک کنید آیا مشرک است یا نیست، یا که تکفیر نکنید، یا که ادعا کنید که الله ما امر کردگی نیست، کفر گفتن شرط نیست، گیجاب آمدگی است، گوید نگوید، دیده دونسته کفر نگوید، مشرک رو مشرک نگوید. در این حالت علما میگن که شرط یقینش نابود شده است، این کفر شده است. برای اینکه ما یکی از شرط های یقین رو گفتیم که کفر المشرکین، تکفیر المشرکین،
شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله در کتاب نواقض اسلام ذکر میکنه، در ناقض سوم، ناقضش کننده اسلام سوم میگه من لم یکفر المشرکین او شک فی کفرهم او صح مذهبهم کفر اجماعا. هر کسی که کافران را، مشرکان را تکفیر نکند، مشرکان را کافر نشمارد، یا که شک در کافر بودن اونها بکند، یا مذهب مشرکان را صحیح بداند، به اجماع تمام علما کافر شده است. پس این مسئله هم به نهایت یکی از جزئی مسئله شک، کفر و شک است. امروز بسیار انسان هایی که به کفر و شک داخل میشن از همین باب است، از همین بابی کافر را کافر نشمردن، مشرک را مشرک نشمردن. یک مرتد را میبینن مرتد نمیشمارن، دیده و دانسته. قاضی عیاض رحمه الله در کتاب شفا ذکر میکنند ولهذا نكفر من دان بغیر ملت الاسلام او وقف فيهم او شک او صح مذهبهم فهو کافر. برای همین میگن قاضی عیاض ما کافر میشماریم هر کسی که بغیر ملت اسلام زندگی بکند، یا هر کسی که توقف در کفر غیر ملت اسلام بکند، یا هر کسی که شک در مسئله غیر ملت اسلام کند، یا هر کسی که غیر ملت اسلام دین دیگر را صحیح بداند، انا من انسان کافر است میگند. ابن تیمیه رحمه الله از کفر بعض مرتدین که قائلین بر حلول هستند میگند و من شک فی کفر هؤلاء بعد معرفت قولهم و معرفت دین الاسلام فهو کافر کما یشک فی کفر اليهود والنصارى والمشرکین. البته این سخنشون هم در مجموعه الفتاوا مجله 2368 ذکر شده است. هر کسی که میگن شک کند در کفر ها انمونها، کسانی که مرتد هستند، به کفر مرتدین که در مسئله حلول صحبت کرده هستند. حلول یعنی در ان شاء الله مسئله شرک ذکر میکنیم. بعضی از فرقه ها هست که میگد الله در درون همه چیز است، الله به درون همه چیز در آمده است. شما گاو رو پرستید هم گویا الله رو پرستید، شما سگ رو پرستید هم الله رو پرستید، شما درخت رو پرستید هم الله رو پرستید. اعوذ بالله من ذلك. یعنی تمام مشرکان هم الله رو میپرستند. گفتن گپ است. این عقیده ابن عربی است، به الف لام ابن عربی. ابن تیمیه رحمه الله این رو مرتدین میگد و میگد که هر کسی که شک در کفر انا من چنین انسان ها بکند بعد از اینکه سخن اینها رو فهمید، یعنی کسی که سخن این انسان ها رو فهمید و بعد از این حکم اونها رو کفر نگذاشت، داند که میگند انا من انسانی که اینها رو کفر نگفت کافر است. این به مانند کسی است که در کفر یهود و نصارا و مشرکین شک کرده است. و البته ما در مسئله نواقض اسلام در این مسئله صحبت کردیم، لیکن ان شاء الله و باذن الله سبحانه و تعالی روزی اگر الله به ما نصیب داد باز در این مسئله بعد از شرح لا اله الا الله در مسئله ان شاء الله شرک به شما در این مسئله بینوت وسیع و با شرح صحبت خواهیم کرد، زیرا ما ان شاء الله نیت داریم که بعد از مسئله شرح لا اله الا الله رکنهایش و شرطهایش به مسئله شرک داخل شویم. و البته سخن اخیری در این مسئله میگوییم و سخن را به پایان میرسونیم. یک مسئله این است که علاقه الشک بالنفاق، شک به نفاق چی علاقه دارد؟ علما میگن که شک این از کفر نفاق است و از صفت منافقین است. سبحان الله. شک و ریب و شبهه این از کفر نفاق است و از صفت منافقین است. الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیه 45 میگه انما یستأذنک الذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر وارتابت قلوبهم فهو فی ریبهم یترددون. یعنی این یک آیت سبب نزول دارد و البته قصه دارد. وقتی که الله رب العزت و الجلال به پیامبر صلی الله علیه و سلم جهاد را فرض کرد، بعضی از انسان ها از پیامبر اجازت میگرفتن که به من اجازت دید پیامبر صلی الله علیه و سلم من با همراه شما به جنگ نروم، من این چنین کار دارم، این چنین است گفته عذر میگرفتند و عذرهای دروغ رو هم پیش آورده خودشون میگرفتند. البته اینو کیا بودند؟ الله میگه که اینهایی که از تو اجازت میگیرن که قطعا تو نروند و بشینند، اینها کسانی هستند که ایمان به الله ندارند و به روز قیامت ندارند. ورتبت قلوبهم، قلبهایشان شک و شبهه دارد و آنها در شک‌هایشان به نهایت تردد کردند، داخلی سخت شدند. پس ببینید که ریب و شک و شبهه این نفاق است و البته نفاق کفر است. بارک الله فیکم. به همین مسئله شک رو هم به آخر میرسونیم و الحمدلله این مسئله به آخر رسید و الله سبحانه و تعالی طلب می نمویم که الله رب العزت و الجلال
به اسماء و به نامهایت و به تمام اسم عظمت می طلبیم که به ما علم و یقین را به قلبهایمان جای بگردان و عمل کردن را نصیب بکن و انسانهای موقن بگردان و از جهل و جهالت و از تمام نمودهای شک ما به تو پناه میبریم. والعیاذ بالله همه ما را نجات بده، خواهر و برادران را نجات بده. به هر سخنی که گفتیم عمل کردن و تمام برادران و خواهران که شنیدن به همون عمل کردن و موحد ساختن را، موحد شدن را نصیب روزیمان بگردانی و توفیق اخلاص و توفیق به عمل به ما اینچنین نصیب بده. و ان در حلقه آینده شرط سوم لا اله الا الله را به شما شرح خواهیم داد که این صدق است. بارک الله فیکم و با